در شهر مینسک روز 29 اپریل سران کشورهای عضو اتحاد گمرکی به رهبری روسیه مسئله گسترش این سازمان و از جمله قبول ارمنستان به اتحاد گمرکی را بررسی می‌کنند. به این اتحاد روسیه، قزاقستان و جمهوری بلاروس شاملند و قرار است در زمینه آن سازمان اقتصادی اوراسیا شبیه اتحاد اروپا تأسیس دهند. اما نه همه کشورهای شوروی سابق میل پیوستن به اتحاد گمرکی را دارند و روسیه سعی دارد قرقیزستان را هم به این سازمان بکشد. با گفته کارشناسان اکنون مسکو بازی‌های سیاسی را در آسیای مرکزی شروع کرده است که میتواند سبب ناامنی در این منطقه شود و در این باره صحبتی داشتیم با انور نظیرов کارشناس ازبک در تاشکند. اگر روسیه برای همراه کردن مثلا قرقیزستان و یا تاجیکستان به اتحاد گمرکی مثلا بازی‌های سیاسی را در آسیای مرکزی به کار برد، به نظر شما پیامدهای آن در منطقه چگونه خواهد بود؟ آسیای مرکزی یک منطقه سه‌رحالی است و در آن همیشه زمینه‌ها برای مناقشه وجود دارد. با کار بردن چنین نقشه‌ها می‌تواند سبب نزاع‌های قومی شود. روسیه حالا به حل مشکلات آب و انرژتیکی قرقیزستان از جمله بنیاد نیروگاه‌های برق آبی بزرگ تمرکز کرده است که ازبکستان مخالف آن است و دیگر مسئله کمک‌های نظامی روسیه به تاجیکستان است. طبری معلوم مناسبات بین این کشورها بسیار بد است، به خصوص بین ازبکستان و تاجیکستان. پیوسته این کشورها با ادعای جاسوسی در بین یکدیگر ماجرا می‌کنند. مناسبت‌هایشان از نظر روانی بسیار مشکل است. از این رو اگر روسیه بازی در منطقه پیش بگیرد، طبیعی است که ناامنی به وجود می آید و تمام این مشکلات موجوده رو میزنند. در خود ازبکستان وضع چگونه است؟ یا بازی‌های ژئوپلیتیکی روسیه میتواند اوضاع در این کشور که سالهای طولانی حفظ امنیت مهمترین هدف حکومتش بود ناامن کند؟ در قره‌قلپاقستان یک سازمان کاملا مخفی جدایی خواهان وجود دارد و این یک منطقه بسیار مشکل‌زا است. سرمایه‌های بسیار زیاد لازم است که در آنجا کار کرده شود. برای همین به میان آوردن هر گونه وضع بحرانی در آسیای مرکزی میتواند سبب مناقشه‌های سخت در ازبکستان و قزاقستان شود. در اینجا مشکلات اجتماعی و اقتصادی سخت‌تر است و روسیه با زیر نظارت گرفتن این منطقه آن را نگاهبین کردن نمیتواند. روسیه ابخازستان و اسیتیای جنوبی و ولایت ساحلی دنستر را تحت نظارت گرفت، ولی نتوانست در آنها یک شرایط مناسب اجتماعی فراهم کند. انور نظیرov کارشناس ازبکستانی با رادیوی آزادی صحبت می‌کرد.